خداوند، آسمان جلال تو را بیان می کند و زمین از قدرت تو سخن می گوید. تو با کلامی کهکشانها را فرم بخشیدی و ما انسانها را خلق کردی تا در جلال و ملکوت تو شریک شده و بر زمین و دریا و آنچه که در آن است حکومت کنیم. تو خدای یکتا و توانا و عادل هستی. تو خدای محبت، بخشنده و مهربان و دلسوز هستی و تو یکتا خدا، پدر یتیمان و بیوه زنان و مظلومان می باشی. در این ساعت ای پدر آسمانی، به درگاه مقدست روی می آوریم تا تو را که شایسته پرستش و عبادت هستی بپرستیم و تو را حمد گوییم، زیرا که رحمت تو عظیم است و از روی لطف خود ما را در محبتت و در فیض و در ملکوتت شریک و سهیم ساخته. ای قدوس عادل و ای خدای رحیم، به نام عیسی مسیح زنده از تو استدعا می کنیم که خطایای آشکار و نهان ما را ببخش و عنایت فرما که در پاکی و راستی زندگی خود را به سر بیاوریم، آنطوری که عیسی مسیح مقدس است، و ما را یاری بده تا در این ساعت از کلام عظیمت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به شایستگی یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و برای ایماندارانش در نزد تو شفاعت می کند می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی ایوب پیامبر، اقتباس از 18مین قسمت از تورات مقدس. حضرت ایوب که زمانی ثروتمندترین و شادترین و معروفترین شخصیت سرزمین اوس بود، مردی که مورد احترام و عزت همه بود و در نظر خدا کامل، راست و پاک بوده و ترس خدا را همیشه در قلب خود داشت و از بدی و گناه دوری می‌ورزید، مردی که از برکات خدا به فراوانی بهره‌مند شده بود، مورد آزمایش اهریمن قرار می‌گیرد، آن هم آزمایش ایمان. شیطان به بدترین وجهی بر ایوب میتازد و جسماً و روحاً او را شکسته و خار میکند. ثروت بیکران او را در یک روز از بین میبرد و 7 پسر و 3 دخترش، یعنی تمام نور چشمانش را در همان روز میکشد و ایوب به مرضی رقبتبار و بسیار درد آور مبتلا میگردد، به طوری که سراسر بدنش را دملهای چرکین فرو گرفته و چون با سفالها چرک‌های آن را از بدنش پاک میکرد، پوست او کرم میزند و آنقدر زشت و آلوده میگردد که حتی هیچ کس نمیتوانست او را تشخیص بدهد. خدای عادل، خدایی که به ایوب ناز و نعمت و ثروت داده بود و برکات خود را بر او نازل ساخته بود، اجازه میدهد که شیطان بلایای بزرگی را به سر ایوب بیاورد. اما ایوب نمیتوانست دلیل آن را بفهمد. او نمیتوانست بفهمد که چرا خدا اجازه داده است چنین بلاها نصیب او بشه و به راستی او حیران بود که چرا خدای عادل بیش از حد او را مجازات نموده است. چرا خدا اجازه میدهد این همه بلا و بدبختی به سر او که پاک بود، به سر او که عادل بود، به سر او که خدا ترس و همیشه طالب و خواست خدا بوده است بیاد؟ آیا به راستی خدا خدای عادل است؟ آیا او انصاف را مراعات کرده است؟ آیا به راستی اهمیت به بنده عادل و پاک خود می‌دهد؟ صدها سوال نظیر این سوالها در فکر ایوب بود، درباره خدا و درباره علت این همه بلا و ظلمی که به سرش اومده بود. ایوب نمی‌دانست که چرا خدا اجازه داده است این بلاها به سرش بیاد. در این اثنا 3 یار قدیمی ایوب پیش او میان تا او را تسلی ببخشند. اما وقتی موقعیت او را می‌بینند، شروع به محکوم کردن ایوب می‌کنند که ای ایوب، تو بیخود خدا را لعنت نکن، تو بیخود خدا را مسئول این بلاها ندان. به ما بگو چه گناهی کردی
که خدا تو را اینطور بدبخت کرده؟ چه گناهی کرده که سرنوشت تو اینطور شده است؟ بهتر است آن را اعتراف کنی. آنچه به سرت آمده حقت بوده، چون به هر حال همه میدونیم که خدا خدای عادل و خدا بی جهت بلا به سر بندش نمیفرستد، مخصوصا اگر آن شخص عادل باشد. دوست اولش یعنی الیفاز با دلیل و برهان ایوب را متهم به انجام دادن گناه می کند و ایوب که میدانست لااقل عمدن گناهی نکرده که مرتکب این همه بلا و بدبختی باشه، از دوستش که برای تسلی کردن آمده بود ایراد میگیره که چرا بی جهت نمک بر زخم من میپاشی؟ چرا بی جهت به من تهمت میزنی؟ سپس برای خود آرزوی مرگ میکند. میگوید کاش که بمیرم و این حرفا را نشنوم و از این عذاب راحت بشم. دوستان ایوب که میدانستند ایوب به هر حال خواهد مرد، هر چه که در دل داشتند بیان میکنند و ایوب را مقصر اصلی این بلاهایی که نصیبش شده است میدانند و میخوان او را متقاعد کنند که خدا بی جهت بلا به سرت نیاورده، بلکه تو گناهی کردی که باید توبه کنی. در فصل 8 برای اولین بار دوست دوم او که نامش بلد شویی بود شروع به آوردن دلیل و برهان میکنه تا به ایوب ثابت کند که از ماست که بر ماست، یا آنچه که به سرت آمده به خاطر اعمال خودت بوده. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً اون رو به کتاب ایوب که 18مین قسمت از تورات مقدس بگشایید تا از فصل 8 آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم پس از اینکه ایوب به دوست اولش جواب میدهد، دوست دوم او یعنی بلد شوحی در جواب ایوب اینطور میگوید. میفرماید تا به کی ای ایوب این چیزها را خواهی گفت و سخنان دهانت باد شدید خواهد بود؟ آیا خیال میکنی خدا داوری را منحرف سازد؟ یا خیال میکنی قادر مطلق انصاف را منحرف نماید؟ چون فرزندان تو به او گناه کردند، پس خدا ایشان را به دست عصیان ایشان تسلیم نمود. در این 4 آیه بلد شوحی به ایوب میگه ممکن است که تو گناهی نکرده باشی، ولی بدون شک فرزندانت گناه کردند، چون به هر حال خدا را نمیتوانی ای ایوب به بی انصافی متهم کنی. تو میگی گناهی نکرده، خب قبول میکنم، ولی بچه‌ها چه؟ اونها گناه کردن، برای همینه که خدا همیشون رو کشت. آنها ثمره اعمال خودشون رو دریافت کردن. اگر قبول نکنی ای ایوب، آن وقت تو داری میگی که خدا عدلش رو اجرا نکرده و در حقیقت داری خدا رو به بی‌انصافی متهم میکنی، چون که میگی خودت گناه نکردی. بنابراین فرزندتونم اگر گناه نکرده باشه، پس داری میگی خدا بی‌انصافه و این حرف گناه محسوب میشه. سپس از آیه 5 ایوب را مقصر میدانه و میگوید اگر تو به جد و جهد خدا را طلب میکردی و نزد قادر مطلق تضرع می‌نمودی، اگر پاک و راست بودی، البته برای تو بیدار میشد و مسکن عدالت تو را برخوردار میساخت و اگرچه ابتدایت صغیر میبود، عاقبت تو بسیار رفیع میگردید، زیرا که از قرنهای پیش سوال کن و به آنچه پدران ایشان تفحص کردند توجه نما، چون که ما دیروزی هستیم و هیچ نمیدانیم و روزهای ما سایه بر روی زمین است. آیا ایشان تو را تعلیم ندهند و با تو سخن نرانند و از دل خود کلمات بیرون نیاورند؟ آیا نی بی خلاب می روید یا قصب بی آب نمو می کند هنگامی که هنوز سبز است و بریده نشده؟ بیش از هر گیاه دیگر خشک میشه، زیرا آب که امید اوست قطع شود و اعتمادش خانه عنکبوت است. و سپس در آیه 20 میگوید همانا ای ایوب خدا مرد کامل را حقیر نمی شمارد. خدا مرد کامل را حقیر نمی شمارد و همچنین شریر را دستگیری نمی کند، تا دهان تو را از خنده پر کند و لبهایت را از آواز شادمانی. خصمان تو به خجالت ملبس خواهند شد و خیمه شریران نابود خواهد گردید. بلد شوحی به ایوب میگه اگر حرف مرا قبول نداری که تو گناه کردی یا فرزندانت، بهتره به گذشته نگاه کنی. به گذشتگان نگاه کن که احتمالاً اشاره او به طوفان نوحه. میگوید ببین خدا هیچ وقت به کسی که بدی کرده خوبی نمیکنه و به کسی که خوبی کرده است بدی هم نمیکنه. به زبان دیگر میگه خدا همیشه حق و انصاف را اجرا میکنه، که البته راست میگه، خدا همیشه حق و انصاف را اجرا میکنه. ایوب در این مورد هیچ شکی نداشت. میگه خدا مردی که کامل باشه حقیر نمیشماره
و هیچ وقت شریران رو هم در پناه خودش حفظ نمیکنه. ببینید دوستان، ایوب مرد کاملی بود و بلد شویی هم میدانست که ایوب مرد کاملی بوده، ولی نمیتوانست دلیلی دیگری برای این همه بدبختی که نصیب او شده است رو پیدا کنه. برای همین است که میگه خودت بگو ایوب، آیا دیدی که تا حالا خدا آدم شریری رو سرافراز کنه؟ تو و یا بچه‌هات گناه کردید و باید از خدا طلب بخشش کنید. اگر این کار را بکنی، آن وقت خدا زندگی تو را عوض میکنه، آن وقت خدا تو را برکت میده، آن وقت خدا تو را از خنده پر میکنه و شادی رو دوباره به زندگیت وارد میکنه و دیگه دشمنانت هم پیشتون نمیان. چرا؟ چون خجالت زده میشن و میدونن که خدا تو را بخشیده است. دوستان عزیز، دقت کنید، منطق بلدشویی منطق بسیاری از ما انسان‌های قرن 20 و باید بگیم که برای ما همه قابل قبوله. چرا؟ چون بیشتر وقتا خودمون نیز همینطور فکر میکنیم. میدونیم که خداوند عادله، خدای عادلی که هرگز بی‌انصافی نمی‌کند. میدونیم که خدا همیشه از پاکان و عادلان و صادقان نگاهداری میکنه. ایمان به این چیزها داریم، اما آنچه که من و شما نمیدونیم اینه که خدا ممکن است علتها و مقصودهای مختلفی داشته باشه که بر ما پوشیده باشد. ما خیلی وقتا علتها را نمیدانیم، همانطوری که برده‌شویی نمیدانست. در نتیجه نباید همیشه درباره مردم قضاوت کنیم. در اینجا میبینیم که بلدشویی چون نتونست نتیجه دیگری رو ببینه و یا خیلی چیزها رو نمیدونست، بنابراین با منطق و اطلاعاتی که داشت و با اطلاعاتی که در مورد صفات خدا داشت، ایوب را مقصر میدونه. بلدشویی نمیدانست که حقیقتا چرا ایوب گرفتار این همه بلا شده است، بلکه به این نتیجه رسید که ایوب گناه کرده است. وقتی ایوب میبیند که این دوست عزیزش نه فقط خودش رو بلکه فرزندانش رو هم محکوم به گناه کرده، در فصل 9 به این یار به ظاهر دلسوز و مهربان که او را محکوم کرده است صریحا میگه که منطق او اگرچه ظاهرا بر اساس درستی قرار گرفته ولی تسلی بخش نمی باشد و اینکه آنطوری که او فکر می کند نمی باشد. ایوب ادعای کاملیت نمی کند، ولی داره میگه ببین بدی با آن صورت نکردم که سزاوار این همه بدبختی باشم. به آیات توجه کنید. میفرماید پس ایوب در جواب گفت یقین میدانم که چنین است. یعنی قبول دارم که خدا از عادلان حفاظت میکنه، قبول دارم که خدا شریران را در پناه خود حفظ نمیکنه، قبول دارم که خدا همیشه عدل و انصاف را مراعات میکنه. لیکن انسان نزد خدا چگونه عادل می شمرده شود؟ انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟ اگر بخواهد با وی منازعه نماید، 1 از 1000 او را جواب نخواهد داد. ایوب میگه اگر قبول کنم که حرف تو درسته و حتی قبول کنم که گناهکارم، حالا ای دوست من، تو به من بگو که چگونه یک انسان در حضور خدا عادل شمرده میشه، یا چگونه آدم مقبول درگاه ابدیت میگردد. حالا دلیل این سوال اینه که ایوب میخواد بگه که من در هر راه و طریقی که سبب عادل شدن آدمی باشه قدم نهادم. اگر تو میگی من عادل نشدم، تو به من بگو که چه راهی را طی نکردم که میبایستی طی کنم. چه راهی بایستی باشه که من طی کنم؟ با خدا که نمیشه دعوا کرد. ممکن است 1000 نفر به درگاهش دعا کنن ولی اصلا جواب نده. او خداست و ما مخلوقیم. چه حقی داریم که خدا را زیر سوال و مؤاخذه قرار بدهیم؟ حالا دوست عزیز دقت کنید، ایوب چرا این سوالا رو میکنه؟ چون خودش میدونه که بارها و بارها با خدا سوال کرده در چنین حالتی که خدایا چرا این بلا به سرم اومد، ولی خدا جوابش نداده. میگه ممکن است 1000 نفر به درگاهش دعا کنن ولی خدا جواب ندهد. و سپس در وصف خدا ایوب میگه او در ذهن خود حکیم و تواناست. میگه من ایمان کامل دارم که خداوند حکیمه و خداوند توانای مطلقه. کیست که با او مقاومت کرده و کامیاب شده باشه؟ آنکه کوهها را منتقل می سازد و ما نمیفهمیم چرا، او قادر مطلق است و در غضب خیش آنها را واژگون می گرداند، که زمین را از مکانش می جنباند و ستونهایش متزلزل می شود. او که آفتاب را امر می کند و طلوع نمی کند و ستارگان را مخدوم می سازد که به تنهایی آسمان ها را پهن می کنند و کارهای
عظیم و بی قیاس را می کند. اینک از من می گذرد و من او را نمی بینم. اینک از من می گذرد و من او را نمی بینم و عبور می کند و او را احساس نمی نمایم. کیست که او را من نماید و کیست که به او تواند گفت چه می کنی؟ پس به طریق اولا من کیستم که او را جواب دهم و سخنان خود را برگزینم تا با او مباحثه نمایم. اگر درباره قوت سخن گویم، اینک او قادر مطلق است. و اگر درباره انصاف، کیست که وقت را برای من تعیین کند؟ اگر عادل می بودم، دهانم مرا مجرم می ساخت. اگر کامل هستم، خیشتن را نمی شناسم و جان خود را مکروه می دانم. اگر فکر کنم که ناله های خود را فراموش کنم و ترشرویی خود را دور کرده گشاده رو شوم، از تمامی مشقت های خود می ترسم و می دانم که مرا بیگناه نخواهی شمرد، چون که ملزم خواهم شد. پس چرا بیجا زحمت بکشم؟ اگر خیشتن را به آب برف غسل دهم و دستهای خود را بر اشنان پاک کنم، آنگاه مرا در لجن فرو میبری و رختهایم مرا مکروه می‌دارد. زیرا که او مثل من انسان نیست که او را جواب بدهم و با هم به محاکمه بیاییم. زیرا که خدا مثل من انسان نیست که او را جواب بدهم و با هم به محاکمه بیاییم. در میان ما حکمی نیست که بر هر دوی ما دست بگذارد. کاش که عصای خود را از من بردارد و هیبت او مرا نترساند. آنگاه سخن میگفتم و از او نمیترسیدم. لیکن من در خود چنین نیستم. دوستان عزیز، این آیات بسیار عمیق و پرمعنی هستند. ایوب از یک سو میگوید بشر هیچ تأثیری در اراده و خواست خدا ندارد. چه دعا بکنه چه نکنه، خدا هر چی بخواد همان را انجام میدهد. سرنوشت بشر از همان ابتدا آشکار و معلوم شده و آدمی در عوض کردن آن نقشی ندارد. این را از یک جهت میگه و بعد میگه که کیست که بتونه با خدا به جر و بحث بپردازد و از خدا سوال کنه که خدایا چرا این کار را کردی یا چرا این کار را نکردی؟ میگه خدا هر چه بخواد به هر حال انجام میدهد. چرا بیهوده ما تلاش کنیم تا ارادهش را تغییر بدهیم؟ میفرماید وقتی که خدا خشمش رو آشکار کنه، کیست که در حضور خدا بیسته؟ از آیه 20 میگه که اصلا فایده نداره پاک و مقدس باشیم. فایده نداره که خود را از هر گناه دور کنم. چرا؟ چون هر چقدرم پاک باشم و مثل برف سفید بشم، خدا مرا به هر حال گناه آلود میپندارد. و بعد میگه خدا مثل انسان نیست که بنشینیم و با او به جر و بحث بپردازیم و واسطه‌ای هم بین ما نیست که به حرفامون گوش بده و حق مرا از خدا بگیرد. ایوب ناامید شده بود و نمیدانست چرا خدا او را به این بلاها مبتلا ساخته بود. میگوید من از جلال و بزرگی خدا میترسم. در غیر این صورت سخن دلم را به او میگفتم، هر چی تو دلم داشتم به او میگفتم. اما نه، ایوب به عمق دلش نگاه میکنه و هنوز با تمام این احوال ترس خدا را در قلب خود داشت. و دوستان عزیز، باید بگویم که ایوب در اینجا مثل خیلی از ماها تصور میکند که سرنوشت ما از همان اول آغاز و معلوم و آشکاره و ما بشر نمیتونیم هیچ چیزی در آن تغییر بدهیم، در حالی که وقتی که بعداً ملاحظه میکنیم متوجه میشویم که اگرچه خداوند از سرنوشت ما آگاهه، ولی ما انسانها اراده را در اختیار داریم و می توانیم سرنوشت و ابدیت خودمون رو عوض کنیم. فصل 10 نیز دنباله گفتار ایوب است که در حقیقت پاسخ به اتهامی است که بلد شویی به او زده بود. بشنوید این آیات را که در دل ایوب جای داشته و چه بسا در دل بسیاری از شماها که در غم و اندوه و در سختی و ناامیدی و بدبختی اسیرید و حیرانید که چرا خدا کاری نمی‌کند باشد. چه بسا در دل شماست که از خدا سوال میکنید که خدایا آخه چرا من باید این همه ظلم و ستم بکشم؟ ایوب میگه جانم از حیاتم بیزار است، پس ناله خود را روان میسازم. جانم از حیاتم بیزار است، پس ناله خود را روان میسازم و در تلخی جان سخن میگویم و به خدا میگویم ای خدا مرا ملزم ساز و مرا بفهمان که از چه سبب با من منازعت میکنی. آیا ای خدا برای تو نیکو است که ظلم نمایی و عمل دست خود را حقیر شماری و بر مشورت شریران بتابی؟
ببینید دوستان عزیز، ایوب چی میگه؟ او به اصطلاح دیگه کارت به استخوانش رسیده بود، احساس میکنه که داره میره، پس از تلخی جانش هر چی در دل داره به خدا میگه. به عنوان یک انسان هر چی تو دلش به خدا میگه و از خدا سوال میکنه که خدایا به چه دلیل با من دعوا مرافع داری که این همه بلاها رو به سرم آوردی؟ لااقل به من بگو چرا ای خدا، تا اونو تحمل کنم. خدایا مرا ملزم کن یا منو قانع کن لااقل به علت این بدبختی هایی که تو به من عطا کردی پی ببرم. خدایا من نمیدونم چرا این همه بلاها رو به سر من آوردی. مثل اینکه تو داری به من ظلم میکنی. مگه تو دوست داری که ظلم بشه؟ مگه خودت به ضد اعمالت کار میکنی ای خدا؟ چرا خدایا، چرا من باید این همه زجر بکشم؟ چرا باید همه چیزو از دست بدم؟ چرا باید بچه‌هام بمیره و چرا من باعث به چنین مرضی گرفتار بشم وقتی گناهی نکردم؟ وقتی خودت میدونی ای خدا که پاک بودم و مقدس بودم و ترس تو را در دلم داشتم. ایوب سوالهایی میکنه که همه ما وقتی با مشکلات و سختی ها و با ظلم و ستم روبرو میشویم از خدا کرده ایم و چه بسا میکنیم. راستی دوست من، چرا خدا اجازه میدهد ایوب زجر بکشد؟ جواب این سوالهای ایوب در فصلهای آخر آمده است. ایوب در اینجا در حالی که دلش به اصطلاح از خدا خون بود، رو به خدا میکنه و با روحیه بسیار گله انگیز از خداوند سوالها میکند که آیا ای خدا تو را چشمان بشر است؟ یا ای خدا مگر تو هم مثل انسانها داری نگاه میکنی یا مثل دیدن انسانها میبینی؟ جواب اینه که البته که نه. ایوب این رو میدونست و بعد میگه یا آرزوهای تو مثل روزهای انسان است، یا سالهای تو مثل روزهای مرد است که معصیت مرا تفتیش میکنی و برای گناهانم تجسس مینمایی، هرچند میدانی که شریر نیستم. دوستان، ایوب به زبان ساده در این حالت تنگی و ناامیدی میگه خدایا از انسان انتظار ندارم که حرفامو بپذیره، من به انسان توکل ندارم که هر چی میگم قبول کنی، ولی چرا تو اینطور با من رفتار میکنی؟ تو که دیدت با این یارانم متفاوته ای خدا، تو که همه چیزهای پنهان رو میبینی. آیا تو هم مثل این سه دوست من مرا متهم به گناه میکنی و میگی که علت این همه بدبختی هایی که نصیب من شده است گناهه؟ خداوندا، هر عملی که کردم از تو پنهان نبوده و تو خودت میدونی ای خدا که من شریر نیستم، یا ای خدا تو میدونی این همه بدبختی هایی که نصیبم شده نتیجه اعمال من نبوده و به من ظلم شده است. چرا ای خدا، چرا؟ راستی دوست من، آیا شما از خدا این سالها را کرده اید؟ برای بسیاری حرفهای ایوب حرف دل آنها می باشه. ایوب همیشه درد دلش را به خداوند بیان می کرد. هرچی در قلبش بود به خدا می گفت. اما هرگز دوستان اجازه نمیداد به خودش که در کار خدا دخالت کنه. اگرچه آرزوی مرگ را برای خود می کرد، اما هیچ وقت قصد خودکشی رو نداشت. چرا؟ زیرا آن را دخالت در کار خدا می دانست. از آیین و الی آخر فصل او درباره قدرت خدا سخن می‌راند که در حقیقت نشان میده که ایوب هرگز ایمانش را با تمام این وجود از دست نداده. این آیات پایان بخش برنامه این ساعت خواهد بود که امیدوارم شما نیز آن را به خاطر داشته باشی، مخصوصا اگر در حالت ناامیدی و یأس هستی، و بدانی که خداوند همیشه شما را دوست داره و هرگز به بندش ظلم نمی‌کنه. می‌فرماید خدایا به یاد آور که مرا مثل صفار ساختی و آیا مرا به غبار برمیگردانی؟ حیات و احسان به من عطا فرمودی و لطف تو روح مرا محافظت نمود. اگر گناه کردم مرا نشان کردی و مرا از معصیتم مبرا نخواهی ساخت. اگر شریر هستم وای بر من، و اگر عادل هستم سر خود را نخواهم افراشت، زیرا از اهانت پر هستم و مصیبت خود را میبینم. خدایا برای چه مرا از رحم بیرون آوردی؟ کاش که جان میدادم و چشمی مرا نمیدید. دوستان، به این آیات یک بار دیگر توجه کنید که در آن کلمات بسیار عمیقی هست که درباره لطف خدا نیز صحبت میکنه. ایوب در تمام مراحل همیشه یادش میآمد که خداوند با او خوب بوده، هرچند نمیدونست که چرا الان این بدبختی ها به سرش آمده. و این مطلبی است که ما نیز باید یاد بگیریم که خداوند هیچ وقت به ما بدی نمیکنه، هرچند اگر
موقعیتمون طوری باشه که همش بدبختی و ظلم و ستم ببینیم و اینکه سرنوشت ما تعیین نشده که ما نتونیم اون رو عوض کنیم، بلکه ما میتوانیم با تصمیماتی که میگیریم زندگی و سرنوشت خود را عوض کنیم. خدایا بیاد آور که ما انسانها را مثل سفال ساختی، حیات و احسان به ما عطا کردی و لطف تو روح ما را محافظت نموده. خداوندا اگر گناه کرده ایم ما را نشان کرده ای و ما را از مصیبتمان مبرا نخواهی ساخت، زیرا تو خدای عادل هستی. اگر شریر هستیم وای بر ما ترحم کن، و اگر عادل هستیم فخر نخواهیم کرد، زیرا مسیحیت خود را میبینیم. خداوندا زندگی ما از آن توست، جان ما، مال ما، همه به تو تعلق دارد. خداوندا تو ما را رهبری کن. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.